الرحمن الرحیم. اکنون تمامیت ستم مرا به تسلیم یا به شمشیرهای آخته فراخوانده است. بدانید که من برای اصلاح امت رسول الله به پا خواستم. سلام بر بندگان خدا. ای خدای رحمان و رحیم، سفره‌های ما خالی، کودکانمان یتیم، اموالمان تاراج، دینمان به یغما رفتند. کوفیان با نوشتن هزاران نامه به حسین از خلافت خروج کردند. به حسین ابن علی بنده صالح خدا به سوی کوفه بشتاب که